مادرم دوزندم نه اگر نگاه میکنم مادرم سر ماشینکا نیست درسون از سر ماشینکا یگنی میکردم و بروکوی خدمت تنگ میکردم یکی یکم جای رو بشکم میشد که در چهار بینایی که مثال که همه زن هستند میبینن که ای بچه آمده از وزی ما میبره این بچه گفته میشد که من نیابوش لباس ها میبرانم از میان تراهانی جوان مردم بسیار گپ میگن در همین دنیا اول دوزنده مرد بود حضرت داوود و یا مرد میداد مثال وقتی که مرد دوزنده میشد دیگر مردها با اویلهاشون میامدن که میگفتن مرد دوزنده است از همه خاطر و مثال حضرت داوود اویلهشون یاد میچن که چقدر طرز رزمی گرفتن زن را از هم وقت زنش دوزنده میشود زن اویله آنها شاید با دخترها کار میکنن دوزنده رفتن میگه مردم مخفی میشود با یک مرد چیل هنر کم است و نوبسته از ما چی کار میکنیم چی دوزندگی پزندگی یا اینکه آدم را میبینیم در سترویکا کار میکنن این کار است و هر یک از خواهشی خود دارد در کجا کار کردن هیچ وقت در زندگی راه افتاده نشوند همه وقت با پیش چه هنری از دستشون میاد خود خروپزی باشد خود تاقپزی باشد خود دوزندگی باشد تمام کسبی که اونان دارند پیش مردم کنند اگر که از پشت مثال من نمیدونم که مرد هستم من کیزه کس میکند کی چی خد میکند این گپا نوبرا از زندگی عقیم میکنه شما برای همین همه وقت با پیش نشان زد